مارکتینگ، علم مادر و بروزی که هر لحظه در حال تغییره. در طول روز و کسب و کارمون و حتی زندگیمون بارها و بارها با این لغت مواجه میشیم. اما زمانی که از صاحبین کسب و کار، مدیران میانی، دانشپذیران و یا کسانی که این لغت رو استفاده میکنن میخوایم که معنی این لغت رو برای ما بیان بکنن، سکوت اولین نشانه اونه. چون مارکتینگ یک دریای بیکرانیه از زیر شاخه های مختلف که تمومی نداره و نکته مهمی که در علم مارکتینگ نهفته است اینه که علم مارکتینگ با توجه به نیاز بازار و اتفاقاتی که هر لحظه داره در بازار میفته تغییر میکنه، مثل اومدن هوش مصنوعی، اضافه شدن رقبا، نحوه تبلیغات، فضای مجازی، تکنیک‌های سرمایه گذاری، سبدهای سرمایه گذاری و که همه اینها روی تکنیک‌هایی که در مارکتینگ داره اثر میذاره. مارکتینگ زیر شاخه‌های خیلی مختلفی داره، مثل بازارسازی، بازارسنجی، بازاریابی، رصد بازار، شناخت جایگاه، تحلیل رقبا، فاصله سهم ما نسبت به رقبا، افزایش سهم بازار، رصد کردن رقبامون، نوع تبلیغاتمون، نوع پروموشن کردنمون، نوع ارزمون، فروشمون، کمپین های فروش، کمپین های تبلیغاتی، خدمات پس از فروش، برند و برندینگ ما. همه اینها و خیلی از عناوین دیگه زیر شاخه های علم مادر مارکتینگ هستن. مارکتینگ علمی نیست که شما یک بار اونو یاد بگیرین و تا ابد ازش استفاده بکنین، چون هر لحظه داره تغییر میکنه و بسته به نیاز بازار تکنیک های جدیدی براش خلق میشه. پس سعی کنین این علم رو همیشه تازه و بروز نگه دارین، آموزش ببینین، مقاله بخونین، سرچ بکنین و به صورت کارگاهی اون رو تمرین بکنین. و اصلا ایرادی نداره که پرسنل سازمان شما یا اگر خودتون جای مشغول به کار هستین تایمی رو برای شرکت در کلاس ها، کمپین ها، کارگاه های علم مارکتینگ اختصاص بدین. باور کنین این رفتار فقط از آدم های هوشمند برمیاد، آدم هایی که میدونن این علم فقط مختص بیزینس نیست. شما ممکنه خانه‌دار باشین، بازنشسته باشین، کار هنری انجام بدین، برای خودتون کار بکنین، ترجمه بکنید، نقاشی بکنید یا هر بیزینسی که داشته باشین. حتی در سطح تجارت‌های جهانی این علم رو همیشه ریفرش بکنید و تر و تازه نگهش دارین. باور کنید یکی از عواملی که میتونه یک وجه تمایزی بین شما و رقباتون باشه همین بروز بودن علم مارکتینگه و آشنایی با روش‌های متعدد اون. بروز باشید.